من هر روز میوه میخورم. این عالیه. فیبر زیاد و ویتامیناش جلوی گرفتگی رگ و فشار خون رو میگیره. من عاشق فستفودم و هفته چند بار میخورم. این یکی دشمن قلبه. چربی ترانس و نمک زیادش باعث گرفتگی رگ و فشار به قلب میشه. من هر روز غذامو با نمک زیاد میخورم. نمک زیاد مساوی با فشار خون بالا. فشار خونم قاتل خاموشه، یعنی سکته قلبی و مغز. من عاشق نوشابه‌ام و بدون نوشابه نمیتونم غذا بخورم. این اشتباه بزرگیه. قند زیاد نوشابه باعث چاقی شکمی میشه و این مستقیما باعث تشدید بیماری‌های قلبی عروقی میشه. من صبحها حتما یک مش مغزیجات میخورم. این خیلی عادت خوبیه. چربی مفیدی که توی مغزیجات هست از قلب محافظت میکنه. ای بابا، همه خوشمزه‌ها که میگیم بده. چند تا غذای خوشمزه بگید که برای قلب مفید باشه. اتفاقا غذای خوشمزه و مفید برای قلب کم نداریم، ولی اونو تو کپشن بهتون